بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد. مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد. از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد. الحمدلله رب العالمین. سلام هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین. خیلی خوش آمدید به سه‌شنبه های یاد خدا. انشاءالله که اینجا به شما خوش بگذره. به دعای شما ما در این سه‌شنبه شب هم زائر امامزادگان امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام هستیم در نزدیکی های حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم و همچنین مسجد مقدس جمکران که سه‌شنبه شبها وعدگاه عاشقان و منتظران حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداست. انشاءالله که شما هم خیلی زود مشرف بشید به این هر سه مکان مقدس. اینجایی که هستیم حرم حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب سه‌شنبه های یاد خدا یه خاطر شریفتون باشه. ما از 2 هفته قبل تر شروع کردیم بحثمونو. سیره انبیا از منظر قرآن کریم بود و هست. زاجای سفاریان عزیز سلام خیر مقدم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین. علیکم السلام و رحمت الله. مخلص ارادتمندی مفتخریم در محضر نورانی دو امامزاده بزرگوار نوادگان حضرت موسی بن جعفر نایب الزیاره همه بینندگان عزیز هستیم. انشالله که خداوند متعال رزق و روزی زیارت ما در این دنیا و شفاعت ما در اون دنیا انشالله از این خاندان کرم رو بیش از پیش گسترده کنه. در خدمت مبارکتون هست. زنده باشید. محبت دارید. ما خدمت شما هستیم و باعث افتخارمونه. بله ما نکته‌ای که عرض کردیم این بود که یک سیر واحد بین حرکت همه انبیا علیهم السلام وجود داشته در مسیر هدایت و اون این بوده که این بزرگواران 2 دست هدایتگری داشتن. یک دست به وسیله کتاب و بینات هدایت صورت می گرفته و یک دست شمشیر و داغ. و این مسئله عربی که آخر و دوا الکی، بالاخره یه جاهایی عمل جراحی لازمه، هرچند که عمل جراحی دردآور خونریزی داره خیلی جالب نیست، ولی دیگه آخرین مسیری است که برای اصلاح جامعه پیش روی نبی قرار دارد. من تعبیرش فهمید حدید. بله و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. بله. حالا اگر اجازه بفرمایید خواستم از مرحوم امام این سیر بله رحمت الله علیه انشالله که میهمان اجداد طاهرینشون باشن این عبارت ها رو بخونم. ایشان در 23 مرداد سال 66 این فرمایشات رو فرمودن. ما فرض میکنیم اینی که گفته میشود که بعض انبیا قیام برای اقامه عدل نکردند، همان موعظه کردند، همان صحبت کردند. ما فرض میکنیم این حرف که جنگ نکردند اینها صحیح باشد. اما مقدس ترین چیزهایی که برای کفار بوده است بت‌ها بودند. اگر ابراهیم خلیل الله ما فرض کنیم هیچ کاری نکرد جز اینکه عصایش را کشید و بت‌ها را شکست. مقدس ترین چیزی که پیش بت پرست ها بود این بود. این قیام بر ضد آنها نیست. بنابراین این حرف غلط که حضرت عیسی سلام الله علیه فقط موعظه کرده، فقط نصیحت کرده، یا حضرت موسی علیه السلام همان کارهای مختصر را، این حرف ها چیست؟ این مسئله‌ای بوده که در تمام ایام در تمام دنیا از صدر عالم تا حالا بوده و تا آخر هم خواهد بود که هر کس قیام کرد برای اینکه عدالت ایجاد کند، حکومت عدل ایجاد کند، سیلی خورده است. بعد خودشون میفرمان ابراهیم خلیل الله تاوان را پس داد، انداختنش تو آتش.
موسی کریم الله داد و رسول خدا و امیرالمؤمنین آن همه شدت کشیدند و ائمه ما آنقدر سختی کشیدند برای آن که در نظر داشتن حکومت عدل ایجاد کنند. اگه خاطرتون باشه مسیری که ما در صحبت هامون طی کردیم از هفته آغازین که محضر منور و پربرکت امامزادگان سوگوار و این جلسه نورانی بودیم، این بود: انبیا رو خداوند متعال فرستاده برای هدایت بشر. بله. انبیا برای هدایت بشر کارخانه انسانسازی تشکیل میدن. بله. این کارخانه انسانسازی جامعه دینی است. حالا این جامعه دینی با موانعی روبروست در مسیر هدایت. این موانع رو انبیا به دو روش از پیش راه خودشون برداشتن. گاهی به وسیله بشارت، به وسیله هدایتگری با کتاب الله بوده، گاهی با مبارزه، با سعی، با تلاش بوده. این همچنانی که در سیره مبارکه انبیا چنین است، در سیره معصومین علیهم السلام هم همچنین بوده. بله. شما نبی مکرم رو نگاه کنید، بعد از آن که هجرت صورت میگیره و نبی مکرم به مدینه میان، خب چقدر جنگ ها و غزواتی که در زمان حکومت نبی مکرم پدید آمده، حالا یا با مشرکان مکه بوده یا با یهود اطراف مدینه بوده، یا زمان حکومت آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه رو نگاه کنید. خب تا زمانی که مردم پای کار امیرالمومنین بودن، اگه یادتون باشه آیه که خوندیم جلسه پیشی بود: چه بسیار پیامبرانی که بر گرد آنها ربیون کثیر مقاتله می کردند، سستی نمی ورزیدند، ضعیف نمی شدند، به زانو در نمی مدند. تا زمانی که این آدم ها دور آقا امیرالمؤمنین بودن، حکومت آقا امیرالمؤمنین برقراره و هرچند که در این جنگ ها مقاتله میکنه با دشمنان داخلی و خارج حکومت خودش، وقتی آدم های پای کار دور علی رو خلوت میکنن، اون دوران مظلومیت آقا امیرالمؤمنین کم کم داره شروع میشه. دورانی است که تحت عنوان غارات سرحدات مملکت اسلامی و حکومت آقا امیرالمؤمنین مورد غارت و تجاوز قرار میگیره و حالا حضرت که نمیتونن تنهایی به جنگ برن، هرچه آدم ها رو فرا میخونن به این قتال و مبارزه، آدم ها نمیان. ببینید ما مدل تربیتی دینیمون از خانواده شروع میشه. من خواهش میکنم از والدین گرامی بچه ها رو در ناز و تنعم بیش از حد بزرگ نکنیم. این خیانت به تربیت بچه است. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. شما نگاه کنید، سبک زندگی مؤمنانه سبک زندگی مجاهدانه است. گاهی به صورت کنترل شده به بچه ها سختی بچشانید، کنترل شده. حتی اگه میخواید سعادت این دنیاشون، بله، حتی اصلا اگه دوست دارید در آینده ببینید اینا در امکانات و رفاهیت زندگی میکنند، باید از دل سختی اون، وگرنه قدر نمیدونم این اصلا بهش نمیرسن. ببینید مثال عرض میکنم. ببین مثلا کوه نوردی، خب یه ورزش مهیجه، تفاوتش با پیاده روی چیه؟ شما تو پیاده روی وقتی مثلا به بچه‌تون میگین که امروز بعد از ظهر می‌خوایم بریم پیاده روی، می‌خوایم بریم ورزش، می‌خوایم بریم، آره، وسط راه که خسته بشه چیکار میکنه؟ میگه من دیگه نمیتونم، بریدم و میشینه کنار. هر چی ما میگه نزدیک داریم میرسیم. کوه نوردی خوبیش اینه که مقاوم انسانو بار میاره، چون شما راه پس و پیش نداری. نمیتونی بگی من خسته شدم میشینم، ناچاره از اینکه لااقل مسیر رو برگردی تا پایین. تربیت در بعد خانوادگی از همان ابتدای طفولیت و کودکی باید با سختی های کنترل شده باشه. آقایان نوجوان ها و جوان ها، به خودتون سختی های کنترل شده بچشانید. این اردوهای جهادی نعمت برای اصلا مدل تربیتی، یعنی جا داره که ما بشینیم و کاملا اینو واکاوی مدل تربیتی کنیم. از تو دل این هاست که یهو چمران در میاد. ببینید این شهید بزرگوار، شهید یحیی سنوار، خب کالبد شکافی میکنم، میگن آقا این 3 شبانه روزه که هیچی نخورده. ببین این آدم یه جایی تمرین کرده به این مرحله از استقامت رسیدن رو.
ما از کودکی، از دوره نوجوانی، جوانی، مدل تربیتیمون باید مدلی باشه که آدم‌ها در ناز و تنعم نباشن، در پیکار باشن، در سختی باشن، در مبارزه باشن، مقاوم بار بیان. عرض می‌کنم حتی برای رسیدن به حاجات دنیاییش، همونجوری که یه آقا پسری برای اینکه کلش شنگ رو بیاد میره باشگاه، به خودش رنج میده برای رسیدن به گنج، اون گنج مد نظرش. ببینید آدم هایی که میخوان حتی به مثلا تربیت بدنی به یه حد و این مستوای خوبی برسن، در سختی پدید میاد. یعنی تو ورزش میگن اون لحظه که شما میگی نمیتونم، تازه داره پرورش عضله شروع میشه. اصلا تو دنبال زیبایی، بعضیا میرن زیبایی اندام، بعضی زیبایی صورت، عملهای زیبایی میکنن، هزار جور بلا سر خودشون میارن که قشنگتر بشن. مثلا میدونید چی میگم؟ یعنی هر چیز انگار مورد پسندی از دل سختی خلاصه به دست میاد. غیر از اینه؟ و جالب اینه که حتی اولیاء طاغوت هم همین ماجرا رو دارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما فرض کنیم که خیر خب جریان طاغوت داره کاملا در ناز و تنعم میاد جلو، اونم داره هزینه میده، اونم داره سختی میکشه، ولی در مسیر ظلمت خودش. از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی آش بخوری، هر چقدر بیشتر تلاش، اونی که بیشتر تلاش کرده، وقت گذاشته، از من حیث المجموع به نتیجه خواهد رسید در نهایت. از جمله تو صحنه قتال هم همینطور. مثلا میگم اگه ما فقط نشستیم دعا کردیم ولی هیچ تمهیدی نکردیم به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، خب ولی او دعا و اینا رو نکرد، ولی اومد عملا خودش رو تجهیز کرد. نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم فقط به این اکتفا کنیم. لیس للانسان الا ما سعی دیگه. به خاطر همین قرآن دستور فرموده که تجهیزات نظامی خودتون رو به حدی برسونید که بازدارندگی ایجاد میکنه. و اعد لهم مستطعتم. خیلی خوب. ببخشید من یه وقتا اینجوری اختیار داریم پا برهنه میام فصل استفاده میکنم. زنده باش. بریم برگردیم زد. بفرمایید خدمت از ماست. بفرمایید. حالا بریم سراغ قرآن ببینیم که قرآن راجع به این دشمن تراشی چی میگه. خداوند متعال دو جای قرآن این عبارت رو داره که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. من خودم پیامبرا رو فرستادم برای هدایتگری. بله. خودم جلوی راهشون دست انداز قرار میدم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. من خودم مقابل جریان ایمانی، جریان هدایت، مقابل هر پیامبری دشمن تراشیدم. دشمن تراش خداست. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. و خودش هم گفته هر دو نوعش هم هست. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. و اینو با هم فکری میکنن. شنیدیم میگم مثلا فلانی شیطون رو درس میده. آره. این دقیقا همین جوریه. یوحی بعضهم الی بعض، یعنی گاهی آدم ها به یه حدی از تاریکی میرسن، در روایات ما هم هست که شیطان تاریکی رو از اون میگیره. اتفاق عجیبه. و این طراحی صحنه رو خدا انجام داده. جعلنا لکل نبی عدوا. ما قرار دادیم. آره ما قرار دادیم. از هر دو نوعش هم قرار دادیم. هم شیطون انس قرار دادیم، طاغوت. جلوی هر پیامبری یه نفر آدم هست که شاخ میشه. آره شاخ میشه. و شیاطین جن هم قرار دادیم. اینا با هم فکری میکنن. چیکار میکنن؟ یوحی بعضهم زخرف القول غرورا. حرف های فریبنده ولی به ظاهر جذاب. بسته بندی شیک میکنه، تحویل تو میده. خیلی نکته مهمه. آره آقا حقوق بشر. ببین مثلا میخواد بگه که تو حجاب تو بردار. چی میگه؟ میگه که این موهای تو نباید نسیم خنک صبحگاهی در او بپیچد. ببین حرف باطلو داره تزیین زیبا میکنه و تحویل تو میده. حالا سوال اینه که خب خودت چرا این کارو میکنی؟ مگه خودت انبیا رو نفرستادی برای هدایت؟ آره. مگه خودت کتاب و بینات و شمشیر و اینها رو با پیامبرا فرو نفرستادی؟ خب چرا دست انداز جلو راهشون ایجاد میکنی؟ برگردیم به همون مثال تقویت عضلات جسم. شما اگر سختی مانع سر راهتون نباشه اصلا این عضلات پرورده نمیشن. برای اینه. آره میفرسته باشگاه شما رو در واقع. دقیقاً همینطوره. یعنی سختی به شما میچشانه برای اینکه محک ایمان شما مدام قوی تر بشه. این
ایمان درجه بالاتری کسب کنه. تو این مقابله و قتال شما پرورش ایمانی بیشتری پیدا کنید. پیکره ایمانیت بیشتر پرورش پیدا با ورزیده تر. بله، این تو این تقابل رخ میده. بنابراین از اون ابتدا مقابل جناب حابیل قابیل و قرار داد. الله اکبر. و این ماجرای نبرد حق و باطل در طول تاریخ ساخته. یعنی اینجوری نبوده که گاهی مثلا آدم میشنوه یا مثلا صبح پیچ رادیو رو باز میکنه، از همکاران محترم شما میگن که بله ایشالله یه روزی بیاد که همه در صلح و ببین اون روزی بیاد که همه در صلح و آسایش و آرامشن. اگه منظورتون ظهوره، بله انشالله اتفاق خواهد افتاد، چون پایان تاریخ دیگه و این حق قراره که گسترده بشه در پهنه هستی. اما قبل از اون اصلا چون این اتفاقی نخواهد افتاد که خوشی، نمیدونم آسایش، آرامش، اتفاقا اون چه که آیات روایات میگن روز به روز بیشتر میشه تا ظهور. بله، هر دو جنبه، یعنی جنبه نور و جنبه ظلمت، هر دو دارن قوی تر میشن تو عالم. یعنی نزاع هی بالاتر میشه. بله، برای اینکه قراره که به اون نزاع نهایی و اون جنگ پایانی طبیعیه که شیطان هی داره زور میزنه که نذاره به در واقع اون ظهور محقق شه و بیشتر تلاش میکنه، ابزارش هم بیشتر میشه. این خیلی نکته عجیبیه که فرمودی. مرحوم امام در مجلس سوگواری شهید مطهری رحمت الله علیهما یه فرمایش خیلی عجیبی دارن. ایشون میفرمان که این است که در حدیث آمده لا یزال یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. ترجمه این حدیث چیه؟ همواره دین حق تأیید و کمک میشه با آدمی که این آدم ناپاکه. خیلی عجیبه. یعنی فرعون فکر میکنه که داره دست خدا رو خط میزنه، داره برنامه خدا رو به هم میریزه تو عالم، در حالی که کاملا داره برنامه خدا رو پیش میبره. فاضل رو داره کامل. آره، یعنی این مخالف خونه صحنه خداست، به قول اصحاب تعزیه و هنر نمایشی، مخالف خونه صحنه خداست. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. من خودم تو رو گذاشتم ولی تو نمیدونی. حالا ببینی مرحوم ما فرمودن با مردهای فاجر به اراده خدا این دین ما تأیید می شود. و مثال میزنن، میگن ببین انا مثلا شهید مطهری وقتی که از دنیا میره، اون افرادی که شهید مطهری رو بین بردن فکر میکنن که خب مثلا یه مانعی ایجاد کردن در مسیر حق. بعد مرحوم امام فرمان که نهضت ما زنده شد، تمام اقشار ایران باز زندگی از سر گرفت. اگر نبود شهادت این مرد بزرگ، اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش، این تأیید نمیشد، این موج بر نمیخواست. شما نگاه کنید بعد از شهادت مرحوم حاج قاسم، بعد از شهادت یحیی سنوار، بعد از شهادت مرحوم سید حسن، اون بیداری که تو نهضت و اقصا نقاط عالم اتفاق میفته کاملا بیشتر شده. مقاومت انگار آبیاری شده به خون این بزرگوار. به خاطر همین آدم ها فکر میکنن که دارن مانع ایجاد میکنن در مسیر هدایت، اتفاقا کاملا برعکسه. این نهال داره آبیاری میشه، انشالله تنومند بشه، انشالله این پرچم به دستان رهبر معظم انقلاب به دست با کفایت حضرت صاحب برسه، باشیم انشالله اون روز رو ببینیم.